شیخ سعدی در بوستانش میگه یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود، کنان آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. پدر میگه بچه‌اش میگه برداشت دوستداری میکرد، بوسابوسی میکرد. بچه‌اش هم میگه دیگر الهامش آمد یکی خندید. پدر میگه دندانهای فرزند که دید یک باره مردکی ترسانچک بوده است، مردکی بی غیرت بوده است، مردکی که بیچاره ریسک روزی را جانب خدا کی نمیدانست است. دندانهای بچه‌ش که دید میگه ترس فراش گرفت، کنان آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. این بچه ما صاحب دندان شده، یک پگه نان میگه اینا ما از کجا نان تأمین کنم. ولی بسیار ما برادران لاف میزنیم من نباشم اگر خدا بدانه یگان تای تو زنده نمیمونه. یا همه برادرای عزیز اینها همه یک سخنهای بیهوده، یک سخنهایی که از روی بگیم کبر و جهل جاهلی ما هست. الله میگه من میدانم که ریسک شما در کجاست و از کجا به جای شما بیاید، من ایره میدانم و کنترل این الله میگه در دست منه. عبدالقادر بیدل میگه ریسک را روزی رسان پر میدهد، بی مگس هرگز نماند عنکبوت. اما خانه‌های تارتنک‌ها را دیدین؟ از همینجا پشه میگه خدا ریسکی او را میگه پرش میده، پریده میرود، تارتنک اونجا دا میخورش. تارتنک قوت کپیدن پشه نداره، لیکن خداوند همون را نویسانده تو طعمه یا همون تارتنکی همونجا میرد تارتنک میخورش. این مردک بیچاره ترس فراش گرفت، این از کجا من نان میتونم؟ چو بیچاره گفت این سخن نزد جفت، اگه دیگه شاید که بیچاره شرم خیلی البته بیرنده خیلی همسایه را بگون، شاید یکان همسایه صاحب عقیده باشه و او آدم ریسک خدا بینه که مرا مقصد مسخرم نکنه، بیای همه در خوب همی آدمی نزدیک همی خانومی خدمت آیله خدمت همی را بگم چی میگم؟ چو گفت بیچاره این سخن نزد جفت، نگر زن او را چو مردانه گفت. شیخ سعدی میگه الحمدلله که اگر این مردک دل گرده هم که نداشته باشد، این مردک بی غیرت هم که باشد، این خیل شیرزنا هم وجود دارد. نگر میگه زن او را چو مردانه گفت. چیش گفت؟ وقتی گفت زنک این بچه هاش صاحب دندان شده، مقصد باید نامکار دیگر زیاد شده، یا چه میکرده باشه؟ الحمدلله رب العالمین. زنبین مخور حول ابلیس تا جان دهد. مردک گفت این ترسی که تیرا فرا گرفتگی ایرا وسواس شیطانی میگه. مخور حول ابلیس تا جان دهد، همان که دندان دهد آن نان دهد. همون ذاتی که ایرا دندان شداده او علکی ریسک روزی را معین کرده، تواناست آن خداوند روز که روزی رساند تو چندین مسوز. اینا مربوط های اون ذات میگه من توانایم، من استوارم، هیچ قدرت و قوت به من رسیده نمیتواند. تو این نسوز، تو این غمگین نشه، خدا میگه من خودم تأمینش میکنم. نگارنده کودک اندر شکم، نویسنده عمر و روزی تم. ای مردک تو عالی گفت فقط همی یک دندانای همی را دیدی، تو این پروردگاره که این صورت فرزند ترا در بطن من کشید، در اینجا ایرت صورت سازی کرد، در همین داخل نویسنده عمر و روزی هم هست، عمرش هم معین کرد از این خداوند. همیگه خداوند تواناست. تو چی قدر میسوزی؟ تو چی قدر فکر میکنی؟